آیا می دانید قیامت نزدیک است و چی کسی آن را خواهد دید؟ ویدیوی ما را تا به آخر گوش اندازید و با ما همراه باشید. حضرت عبدالله ابن مسعود خداوند از ایشان راضی باشد می‌فرمایند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند قیامت بر بدترین مردمان برپا خواهد شد. حضرت انس خداوند از ایشان راضی باشد می‌فرمایند قیامت تا آن وقت قائم نمی شود که بر روی زمین الله الله گفته شود. در روایت دیگری آمده است که قیامت قائم نخواهد شد بر چنان شخصی که الله الله گفته باشد. در حدیث شریف این مضمون بیان شده که ناگاه خداوند بادی را می‌فرستد که در بغل مسلمانان رسیده جانهایشان را قبض نماید و بدترین مردمان باقی میمانند که در نظر مردم مانند خر با زنان عمل زشت یعنی زنا میکنند. قیامت بر آنها قائم می شود. حافظ ابن حجر در فتح الباری یک روایت از طبرانی نقل کرده است که حالت بی‌حیایی مردم آن زمان در آن مفصل ذکر شده است. قیامت قایم نمی شود تا اینکه یک زن به مابین مردان می گذرد و یک شخص از میان آنها برخاسته دامن او را بلند می کند و در آنجا در نزد همگی زنا می کند. از مشاهده این حالت یک شخص از میان آنها می گوید که ای کاش که خود را به پشت آن دیوار پنهان می کرد. سپس ارشاد فرمودند که آن شخصی گوینده در میان آنها آنقدر بزرگوار محسوب می شود همچنان که در میان شما ابوبکر و عمر هستند. حضرت عایشه مادرمان خداوند از ایشان راضی باشد می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند شب و روز دنیا خاتمه نخواهد یافت تا آنکه لات و عزی را دوباره پرستش نمایند. لات و عزی دو بت بودند که مشرکان مکه آنها را پرستش می کردند و بعد از قبول کردن اسلام پرستش آنها ممنوع گشت و باز دوباره پرستش آنها شروع خواهد شد. مادرمان حضرت عایشه خداوند از ایشان راضی باشد می‌فرمایند که من عرض کردم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی این آیه کریمه را نازل فرمود اوست آن خدایی که فرستاد پیامبری خود را با همراهی هدایت و دین تا که آن را بر تمام ادیان غالب گرداند اگرچه این مشرکان را ناخوش آید. من گمان بردم که آنچه خداوند تعالی در این آیه ارشاد فرموده است برای همیشه خواهد بود و شما می فرمایید که پرستش لات و عزی دوباره شروع خواهد شد. پس مقصود این آیه چیست یا رسول الله؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند یا عایشه تا آن زمانی خدای تعالی خواسته باشد غلبه اسلام خواهد بود. بعد از آن خدای تعالی بادی را می فرستد که از اثر آن هر مؤمنی که در دل او به قدر دانه اسپند ایمان باشد وفات خواهد یافت. بعد از آن کسانی خواهند ماند که هیچ گونه خیر در آنها نخواهد بود. از این به جهت طرف دینی پدران و نیاگان خود برمی گردند. حضرت عبدالله ابن عمر خداوند از ایشان راضی باشد روایت می کنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند پس از قتل دجال تا 7 سال مردم در چنین حالی خواهند بود که در میان 2 نفر اندک دشمنی دیده نخواهد شد. بعداً بادی سردی از ملک شام میوزد که از اثر آن تمام مؤمنان وفات خواهند یافت و بر روی زمین چنان شخص باقی نخواهد ماند که به مقدار ذره در دل او ایمان باشد. از اثر آن باد روح او قبض می شود. حتی اگر یکی از شما مسلمان ها در غاری که در کوه باشد و خود را در آن پنهان بدارد آن باد حتما آنجا رسیده روح او را قبض می نماید. پس از آن ارشاد فرمودند
بعد از وفات مؤمنان بدترین مردمان میمانند که برای رفتن به سوی بدیها و فساد مانند پرنده تیز پرواز و مانند حیوانی درنده صفت خواهند بود که از ریختن خون مردم دریغ نخواهند داشت و نیکی را نمیشناسند و بدی را هرگز بد نخواهند دانست. از مشاهده حال ایشان به صورت انسان در آمده در جلوهشان حاضر شده میگوید که های افسوس، شما را چی شده است؟ شما را شرم نمی آید که دین پدران و نیاگان خود را ترک دادید؟ مردم جواب شیطان میگویند که آن صدای شیطان بود. مردم در جواب شیطان میگویند تو بگو ما چی کار بیکنیم؟ او تعلیمی بود پرستی را به ایشان میدهد، پس ایشان مشغولی بود پرستی شده در شر و فساد به تیز رفتاری ترقی میکنند، مانند درنده ها و خونریزی معروف. رزقشان فراوان و زندگیشان به خوبی میگذرد. بعد از مدتی کوتاه سور دمیده می شود که از شنیدن صدای آن تمام انسانها بیهوش خواهند شد. هر کس که آن صدا را میشنود از سبب وحشت حیران شده یک طرفی گردن را پایان میبرد و طرفی دیگر را بلند نگاه میدارد. بعداً رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند: اول کسی که آن صدا را میشنود او کسی خواهد بود که حوض آب شتران خود را درست می کند. او از شنیدن این آواز بیهوش شده، بعداً تمام مردم بیهوش خواهند شد. بعد از آن خدای تعالی بارانی را نازل می فرماید مثل شبنم می بارد. بر سر این باران جسمهای پوسیده می رویند، یعنی در قبرها جسم خاکی درست خواهد شد. پس بار دوم در سور دمیده می شود. آنگاه همگی برمی خیزند و به اطراف نگاه می کنند. از هر یک شما سپاسگزاریم که ما را تا به آخر همراهی کردید. تا ویدیوی نوبتی، خدا نگهدار.